تق کردم می در آمدید چی میشد؟ آخر این از روی آداب نیست. با خدا نمیدانم شما دوست من هستید یا اینکه دشمنم. دامولو من حالا بسیار در حیرتم. مهری دیده من مهری کلتکیلس است. چی مهر؟ شما دامولو نیستید مگر؟ چه علاقه دارد خانم زهرا؟ من دامولویم. پس چرا مهر زدید؟ مهر کردن گناه نیست مگر؟ این مهر چی وای؟ چی؟ من یک خوبی کردنی خواستم از همین سبب مهر زدم. چه خیلی خوبی؟ وای خانم زهرا من یک چند سال پیش در یک دهه به حیث امام خطیب کار میکردم. از مسجدی که کار میکردم بعد نماز خفتن مایده تا جای استقامت پیاده میرفتم. در کوچه هر شب یک کودکی 14 ساله رو میدیدم که در راه خواب بود. در روی خواب پرسپاس کردم و پسرک دقتم رو جلب کرد. این پسر در نزد یک رسام مهرزن کار میکرده است و او با پسرک یک مقدار پول ناچیز میداده است و روزی از روزها البته آن دکان را محکم کردند و این پسر بیکار ماند. در آن خانگی زمستان پسر در زمین خواب میکرد. دل من بسیار سوخت و جماعت گفتم پول جمع کنید و کودک رو یاردم کنیم. پول رو با او دادن تا در یگان خانه اجاره گرفته زندگی خوب داشته باشد. اما اون پسر بچه با ناموس بوده است چون به من گفت که پول بی مهنت رو من قبول نمیکنم. من طلبنده نیستم. من در حال با او گفتم در دستم رسم بکش پسر بچه من با تو پول میدیم. فکر کردم این رسم رو تازه کنیم میرود اما متاسفانه نرفت. خیر نباشد. چرا یگان پرنده یا که گربه و کلتکیل است؟ آخر پسر بچه از روی یک دفتری رسم ها مهر میزد و در اون دفتر فقط رسم قورباغه و کلتکیلس و میمون بود. من کلس رو انتخاب کردم. به خدا که من این کاری کرده شما رو کردن نمیتوانستم. حلالتون بود. برای یک کس رو کمک کردن مهر کلتکیلس رو زدن کردن نمیتوانستم. البته نمیتوانید. برای به این کار راضی شدن باید انسان خیرخواه باشد و کمک کند. شما هم کمتر خیرخواه شوید البته راضی میشوید. نه دامولو کردن نمیتوانستم. میدونستم کمک کردن رو دوست میدارید ولی با این حکایه کردتون باز هم امین شدم. خانم شما یک چیز رو خواهش کردم میتونم این حکایه مهر دستم رو به هیچ کس نگویید. البته اگر در بین خودمون میموند. اما چرا در بین خودمون موند؟ آخر اونقدر چیزی عجیب نیست. نه به هیچ کس نگوید. اگر به گوش جماعت رسد خوب نمیشود. بعد همه ما رو ملا کلاس نام میبرند و این خوب نمیشود. یعنی زیبنده نیست. خوبه خواهد نشوید. من به هیچ کس نمیگم. نه به اپام نه بس آی اپام یزنم. آی من چون مهرش مرا دیدم فراموش کردم. یزنم آمده بودن. تا چرا آمد؟ دامولو التماس با بابایم یک مرتبه گپ زنید لطفا. آخر خانم من با بابایتون چی گپ زنم؟ دامولو بابایم بسیار شما رو احترام میکند. شما رو گوش میکند. التماس گپ نزنید. اگر میتیخ رو گرفته او رو میپراند. خانم زهرا خوبش یزنهتون رو رفته فهمانده تر چی زودتر از اینجا رود. میمورم و از اینجا نمیروم میگوید. خدای تا چرا آخر نمیروم میگوید. تو زنم رو نگیرم به هیچ کجا نمیروم میگوید. نه خانم زهرا شما با یزنهتون گوید که مرد زنش رو هیچ وقت دیده نمیتواند. خوبش زودتر رود. دامولو کارو دروز نکنید لطفا. اومده گپ زنید. خانم زهرا گوش کنید. من یزنه شما رو هیچ نمیشناسم. علاوه بر این در بین جنجال زن شوهر در اومدن درست نیست. دامولو بسیار درست است. چنان درست است که بیاید یک بار شناس میشوید. آخر خانم زهرا گوش کنید. من رفتار و کرداری اپا و یزنهتون رو نمیدونم. یکی اگان گپی ناجا میزنم از من میرنجد. به گناه دوچار میشوم. دامولو چرا به حالت گناهکاری دوچار میشوید؟ شما یک کار خیر میکنید. قری ها رو آشتی میکنید. دامولو اگر شما آنها رو آشتی نکنید طفل بی پدر میموند. دامولو مگر من در نزد شما قدر ندارم؟ اونال بیرو از اینجا. نمیروم. تو همراه نروی از اینجا نمیروم. من همراه تو نمیروم. تو باشی حالا از اینجا میروی. حیاتم
عشقم به خاطر طفلمون باید حتما گپ زنیم آخه. اونال چیکار گپ؟ چرا گپ زنیم؟ تو علاقه حق گپ زنیت رو از دست دادی. حالا تو چی قدر یک روی میکنی؟ زهرا زهرا رو چرا جغ زده ایستاده ای؟ بگذار شوهرشو بیارد با این ما حکم کند. آخه دینشناس است. ای سفسطه نگو. چی خیلی سفسطه؟ تو نسبت دین احترام نداری؟ این با گپی گفته ای من چه علاقه دارد؟ زهرا کی داد زده ایستاده است؟ کی؟ تو در اینجا چی میکوبی ها؟ شنیدی اونال؟ زود از اینجا بیرد که باز بوبایم کمانشو گرفته میآید. هیچ کاری کند کردن گیرد. میستم و هیچ کجا نمیروم. آمده مرا پروند. یک بار شیطان میشوم. شهید میشوی؟ شهید عشق. بیا رویم به خانه رویم. من به تو نگفته بودم که دیگر به این خانه نبیا. بگذار داد زنم. چی قدر خواهد داد زنم؟ چی کاری خواهد کردن گیرد؟ تو را از دستم گرفت، طفلم را از دستم گرفت. من آخر به تو زندگی کردن نمیتوانم. علی اونال با تو گفته ایستادم از اینجا بیرم، آمده تو رو میپرونم. نمیرم. هیچ چیز شوه شدن گیرد. مایلش خیر نباشد بیا در داخل پنهان شد. در کجا پنهان شود؟ در آشخانه نه، در اونجا تو رو مییابد. در حجره دومولوزیا و زهرا پنهان میشه. با اونجا رفتن در خیالش نمیآید. با خدا فکری عالی. هم دومولوزیا بین ما حکم میکند. عشقم حجره دومولوزیا در کجاست؟ بیا در رو رفتیم. بیایم. این آدم بی‌ناموس است. بی‌شرم استین. از دهان در برانیش از بام میدراید. از این خلاصی نیافتیم. انا میبینیم. حالا میبینی که در وقتی خواستت و در اکرم آمدن چیست؟ من به تو نشان میدم. تو چیکار کرده ایستاده ای؟ لباسیت رو برای چی میکشی؟ آخر بسیار گرم است. تو از وقتمانی که موبایل مرا میپروند در کجا پنهان کرده مرا حتی ندانستی. حالا تو حالا هم مرا دوست نداری ها؟ اونا سفسطه نگو. من از اون میترسم که بابایم رو حبس نکنم. تو با شوهری که 10 سال با توست چه خیلی گپ زده ایستاده ای؟ با خدا گپ ندارم. خوشم تو بازم پیش در آخرم دستم رو بدار. زودتر. نه خانم لطفاً کردار نشوید. گوش کنید. با مناسبت بین زن و شوهر دخالت کردن درست نیست. دومولو با مناسبت زن و شوهر شدن دخالت نمیکنید. با مناسبت بین یزدان و بابایم دخالت میکنید. همینجا. زهرا دومولوزیا انا یزدان هم آمدن. همش خوب میشود. نپرسید بسیار خوب میشود. دومولو یک مناسبت اونها رو خوب کنید. ببینید یزدان با پشت درتان آمده است. ایست نکشا. دومولو چیکار کرده ایستاده دان؟ آخر زهرا دومولوزیا آخر باید نردیانه یک کندور شناس بشوم. با همین حال روبرو شوم. خیر میلش زود لباستان رو برآورده. لباس دیگر تو رو پوشید. یک طرف است. این نمیشود. زهرا اقلا من یکان چیز پوشم. دومولو میلش شما رفته در همون لباساتان رو عوض کنید. یک طرف است. نمیشود. دومولوزیا زهرا در اینجا چی گپ است؟ تو چرا آمدی؟ در اینجا چی میکنی ها؟ بابا جان اونا حاضر رفتنی بود. خاموش باش. تو دخالت نکن. ای احمق تو در اینجا چیکار داری؟ دومولوزیا آمده تو را از دست من خلاص میکنه ها؟ میپرانمت. من به حال زندگی کردن نمیتوانم. بس از داخل مرا کشید خلاص شوم. خاموش نجون بید. شما در اینجا چی میکنید؟ پدر جان خدا چیکار میکنه؟ خدا شگپ ها؟ اونال دومولوزیا را انتظار است. چرا میشود؟ اونال را میکشم دومولوزیا باشد در حقش دعا میکند. دستاتان رو بالا کنید. بابا جان التماس میکنم نپرانید. اونال تو هم آخر بیرون. دومولوزیا باجا بیا به ما کمک کن. دومولو بابایم او رو پرونده قاتل شود مگر یک طرف ایستاده آخر؟ نه یک طرف ایستاده نمیتوان. دومولو چه خیلی یک طرف ایستاده نمیتونه. چیکار کرده ایستاده؟ این خیلی نمیشود. دومولو یک طرف ایستاده. خانم زهرا لطفاً خیلی نکنید. زهرا دومولوزیا شما مگر ما را نمیشنوید؟ بیهوده خودت را خم نده. هیچ کس را از دست من خلاص کردن نمیتواند. پدر جان نجون اگر با فکر سالم فکر کنیم همه چیز رو حل کرده میتوانیم. بله اونال اکنون بیرم. کی اونال بیرم آخیر؟ تو چی میگویی؟ حاله با من نروم نمیروم. اگر نروی با خدا که برویت نگاه نمیکنم. به همین هم برویم نگاه نمیکنی. حاله روم هم نروم هم نگاه نمیکنی. اونال بیرم آخر التجا میکنم بیرم. اونال بیرم. نجون اونال بیرم التماس. یزدان اگر خدا رو دوست داری بیرم. میپرانم. دادن چی روند؟
حاضر میروم. دوملو یک طرف ایستید. لطفا مجبور نکنید. نه. برای چی یک طرف نمیستید؟ برای چی مرا بر اومدن نمیمونید؟ این چی حال است؟ چی حال است؟ دوملو برای چی در رو کشودن نمیگذارید عجبا ها؟ در رو این خلق شدن نمیشود خانم. این بدبختی میآورد. چه خیلی بدبختی؟ آخر خانم زهرا ما نه خانه‌دار شدیم. 40 روز نباید در رو کشویم. در اصل نباید 40 روز کسی به حجره ما درآید، زیرا برکت خانه‌مان کم میشود و بدبختی میآورد. همین خیلی میگوید. ببخشید چه خیلی بدبختی بوده است عجبا؟ شما این رو نشنیدید؟ نشنیدم. بسیار سفسطه است. این خیلی نگوید خانم، نگوید. سفسطه گفته نگذارید خانم که خودتان رو گناهکار میکنید. با این اهمیت زیرا بابایم همیشه پیش از خوب این حکایه رو با من نقل میکرد. لطفاً به این اهمیت دید. همین خیلی. یکمش ما جفتی نبخوندار نیستیم. دومش در حقیقت ما جفتی خوندار نیستیم. انا اکرد یک طرف ایستید. یک دقیقه استید خانم یک زهرا. طرف ایستید. خانم در رو نکشوید. خدا. جانا عزیزم بیا. حیاتا بخشش کمی با احساسات داشت. دیدی؟ یزنم در کجاست؟ حاضر رفت. دعا کن که به خاطر تو جانش را بخشیدم. اگر یک بار دیگر بیاید او را میپرانم. احوالکایشون رو کمتر پیش دیدید؟ با احوالمان چی شده است؟ با دوملو هستیده. این چی احوال است؟ بخششو به احوال ما کار تو چی سمی ها؟ بله کارت چیست؟ با من چی از حال شما چی کاری میکنید کردن گیرید؟ شما اگر نمی بر اومدید هم هیچ گپ نه. آقا جان ما نه بر اومدنی بودیم. در محکم شد. چی؟ در محکم شد گفتی؟ ها بازن در محکم بشود. زهرا تو چیکار کردن میخوایی؟ با اونها گفته که دومولوزیو شما رو آشتی میکنند. با نیکو دعوتش میکنی. تو چیکار کردنی هستی ها؟ من آیله شما رو نجات دادن میخوام اپا جان. نجات ندی. تو اول با آیله تعجب آوری خوب بینگر. اگر وقتی افتی بعد آیله ما رو هم نجات میدی. مایلش. کجای آیله من تعجب آور بوده است؟ ساخته بودنش. یعنی آخر بودیم در آخر افت حتی حقیقت رو فهمید. حتی با ماهی اصل نرفتید. چی تو مرا زیر کرده ایستاده ای؟ مرا گوشون زنی بد فکر. کار تو چی؟ خواهم میرم خواهم نمیرم. آخر پدر شما هم از فریب دادن خود دست کشید. همون رو به جای احمق گذاشتن. آخر با ماهی اصلی حتی نمیرم. چرا؟ آخر از همه آیله نودار یک کار کرده پول یافته. فرزندش رو با ماهی اصلی روان میکنن. نبیره دوستدار آقای اکرم بای بزرگ شرکتدار با ماهی اصلی نمیروند. چرا؟ عجبا ازدواجشون ساخته است. از همین سبب. بس انگا خب کنید. ندانسته از پسی من حرکت نزنید. علاوه بر این ما با ماهی اصلی میرویم به جزیره های بگم. به جزیره های بگم؟ بله. آخر عزیزم مگر ما با ونیزیا رفتنی نبودیم؟ من لباس های موافق با اونجا تیار کردم. عشق من در آخر فکرم را بس کردم. آخر عزیزم با من خبر میدادی من دیگر که لباس جمع میکردم. جانا من سورپریز کردن خواستم. تشکر با تو جانکم. دیدی؟ زنی بد فکر. حالا بین به ماهی اصلی میرم. دیگر دهانت را نکشا. آن دهانی بدگپت را. جانکم کی میروید؟ چقدر میمانید؟ 6 روز 7 شب انیخترش 1 هفته بابا جان. خیر با اجازت شما سلا و جلکم رو پوشیده با مسجد روم. عزیزم من هم به تو کمک کرده تو رو به محله برده از آنجا خودم به آفیس میروم عشقم. بله عزیزم پس بیا در رایم. روزهای خوب. روید حالا میبینیم. حالا بعد ایرکا باز جمدانشان رو تیار میکردم. یک طرف ایستان. مرحمت پدر جان گذاریم. اینقدر آدمی کلان چل باور میکند. با تو یک چیز گویم ازدواج اینها تماما همهاش دروغ است. مای اصلی فلان بیسمداد همهاش دروغ است. ما رو شما رو همه رو فریب کرده ایستادند. تولین بازم اون کار رو سر کردی؟ اوف خیلی اوف تو ما رو دیوانه میکنی. رفتیم و خدا که خانم زهرا چه خوش شد که با جزیره های بگم میرویم.
دوملو یک فکر کنید بحر کبود بیابان‌های سوزنده میوه‌های تروپیکی. شما در حقیقت فکر دارید که به جزیره های بگم می رویم همیشه؟ چه علاقه دارد خانم زهرا؟ آخر یگان چیز گفتنی باشید با من گویید. در آنجا شک شده ماندم چیزی گفتن نتوانستم. اما به خدا که هیچ اون خیل نبودید عزیزان، مگر ما به وینیسی رفتنی نبودیم؟ من در آنجا به شما کمک کردن خواستم. خدا راضی باشد بسیار خوب بود. با خدا هیچ خواطر نشوید خانم زهرا. ازدواج ساخته کردن ما ممکن است اما با ماهی ساخته اصلی هرگز نمیروم. آی گویید که من بسیار میخواستم. میخواهی نمیخواهی به من فرق نداره. دوملو ما چرا با شخصی که اویله دار نشدم با ماهی اصلی روم ها؟ ها گفتم من همه کار رو مانند حقیقی تشکیل کرده ایستادم. برای همه حقیقی نمودار شدن فرمایش مهمان خانه چیپته تیاره رو میخرم. چه خلاقه؟ حاضر اکنون با سیاحتی که نمیرویم مصرفش رو پرداخت میکنیم. مجبورم همین خیل شود. چیکار کنم؟ یعنی گیتولینم رو ندیده ایستادید. ازدواج ساخته گفته خواب میرود، ازدواج ساخته گفته بیدار میشود. مجبورم باید مانند حقیقی رفتار کنم. از همین سبب. هیچ گپ نه. شکر یک هفته افتی خنوکتون رو نبینم بسیار خرسندم. آدم رو بسیار میرنجونید. بسیار هم خوب میشه. خیر میدش من شما رو با مسجد برده مونده خودم به آفیس میروم. مایلش. برادر هجری السلام علیکم. علیکم سلام اکای جوهر. همشهری خوب هستی؟ خوب، شما چی خیل؟ میشود انشالله اگر با تو کارم برار گیرد. چی خیل کار اکا؟ در یک جای موافق نشسته گپ زنیم و تو یک چند سوال ها دارم. آخیر اکای جوهر چی میشود از من سوال نپرسید، از استادم پرسید. چه خیل استاد؟ دوملوی مسجد دوملو زیاد است کو یگان چیزی نیست که او نداند دریای علم است ماشاءالله. هیچی سوال هایم به دوملوی مسجد علاقمند نیست. آخر به تو داخل دارم. نفهمیدم. رحمتی تقای تو بود که آخر او به تو یک پارچه زمین داشته بود. از تقام با من زمین مانده است؟ هیچ خبر ندارم. کمک زمین مانده است. خیر ماندن گیره. یعنی مگر نمیپرسی که در کجا چقدر زمین است چند متر است؟ اکای جوهر من هیچ اونجاها رو نمیدونم، نرفتم. یعنی کودکی هم در اینجا گذشته است، نمیدونم اخیر. آفرین میدونی هجری اگر خدا نصیب کرده باشد در اون زمین تو خدا خواهد یک کاری خیر کردنی هستم. خیلی کاری خیر؟ یعنی کاری خیر زمین تو هست در آن برای سیاحان یک مهمان خانه کلان کردنی هستم تا هم به توریسم سهم گذارم. میفهمی آخر همه چیز را شرط نیست که دولت کند. همین خیلی دوستم. یعنی ما هم همچون فرزندان این دیار بعضا یگان وقت کار کردنمون در کار است. خدا نصیب کند من همه این خراجات رو پرداخت میکنم انشالله. قسمتی تو هم هست تا هم میخواهی در داخل شوربا نمک بپاشی. اکای جوهر با شما نمک لازم است؟ نه به من زمین لازم است. تو زمین رو میدهی من باشم دستم را به بالای سنگ گذاشته تمام خراجات رو میکنم. انشاءالله هر دمون یک جایه به توریسم این دولت سهم خود رو میگذاریم. اما این باشد حجتی که باید امضا گذاری. مرحبا امضا بزنم. استادم اومدم. استاد یک سوال دارم. آن روزی که سوال ندی آن روز نیست. اجری کنه پرس. استاد یک شخص زمینی از تقایش میراث مانده رو با مقصد توریسم ببخشد جایز است یا این که نه استاد؟ تو چی کار میکنی هجری؟ چی کار میکنی؟ این مسئله بین خودمان است. چرا از دیگر کس میپرسی ها؟ استادم بیگونه نیست استادم. بخیر است اجری تو زمین داری؟ از تقایم میراث مانده است که جوهر گفتم. آقا شما با چی کار مشغولی؟ دامولا من با کارهای خیر سر و کار دارم. کمتر پر فهمونه در حیات چی کاره؟ متعهد هستم. خیلی دور هجری. خیلی نزدیکش نه. پس خیلی نزدیک هم بوده میتوانم. هجری بنویس. زمینی که از خیلی نزدیک به تو میراث مانده است اون رو با خیلی دور ببخشی راست به دوزخ میروی. چه گپ است دامولا؟ این چه فتوا است؟ مگر این خیلی میشه به دامولا؟ و اگر تقویت ساخت سلامت در حیات بوده با خواست خودش زمین رو با کسی دیگر بخشد اون وقت میشود. استاد در قید حیات نیستن، جایشان جنت شود. آمین. دامولا یک چیز از شما پرسم. من حاضر هجری زمین رو میگیرد ثواب میگیرد به این ثواب مانع شدن گناه هست یا نه؟ آخر آقا برای این پسر مبارک یک نگره این با علم و عرفان سر و کار دارد. آخر هر روز ثواب گرفته شده است. از آن زمین ثواب نگیرد هیچ گپ نمیشود. نه مگر ثواب زیادتی ضرر دارد.
هجری رو از آن رو بگو وقت شما. مایلش استاد. شیطان این داملا بسیار خطرناک است. از این احتیاط شدن لازم. لعبه دوستم و علیکم السلام. خب هجری رو یافتم. مایلش دوستم مایلش این رو میگیریم اما کمتر به وقت احتیاط داریم. میشود زنگ میزنیم. خب مایلش تو باز کن. اکنون باید از این محله اجاره موافق باید یابم. زهرا صحبت کرده میتونیم؟ البته بیا. با خودم قهوه میگیرم، تو هم میخواهی؟ در کار نیست. چی شد سمین؟ تو با دومولوزیو خیر. این بازی حقیقت شده ایستاده است. چی گفتم میخواهی؟ یعنی دومولوزیو رو دوست داشتن رو آغاز کردی، عاشق هم شدی. سمین تو خوب هستی؟ سلفی ها در منظرهای خوش، جانمگویی ها، نوازش کنی ها و آخرانش واقعه امروز رخ داده. گوش کن، از ناچاری این بازی رو آغاز کردن ممکن، اما با او عاشق شده ایستاده و خودت رو به بازی بسیار دادی زهرا. تو مرا این خیلی پرسپوس کرده نمیتوانی. گوش کن، ممکن که به من خودت رو اعتراف نکرده یا اینکه اعتراف کرده نتوانسته، اما چون من مینگرم مناسبتی در بین شما بوده رو حس میکنم. در بین شما چیزی شده ایستاده زهرا. تو عجبا برای دامولوزیو رو در بری من دیدنت به طاقت شده ایستاده به فکرم. با موی اصلی رفته ایستاده زهرا. آخر همش ساخته بود کو. موی اصلی هم ساخته سمی؟ ما اصلا با موی اصلی نمیرویم. نه میرفته داخل. میرویم نمیرویم، من به تو حساب دادن نمیخواهم سمی. چی کار کردن و نکردنم را از تو نمیپرسم. جای خودت رو بیدار. تو کی هستی که من به تو حساب سپارم؟ راست میگویی، من کی هستم؟ سمی حالا هم دروغ زاغ سیاهی کردت رو فراموش نکردم. از زنگ اطلاعینم مرا خلاص کردی، بسیار سپاسگزارم. از تو بسیار قرض دارم، اما به من کمک کردنت معنی اون رو ندارد که تو درباره حیات شخصی من پرسپوس کنی. من آخر به هیچ چیز حق ندارم. خودت رو بیچاره نگیر لطفا. زهرا جان گوش کن، با یک بازی در مونده رفته ایستاده. در آخر این به تو چی میشود گویم؟ دامولوزیا در حقیقت شوهری تو میشود. سمی بس است. حد خودت رو بیدار. به حیات شخصی من دخالت نکن. بخشش. بله این حدی من نیست. پس با دامولوزیا به هر دوتون خوشبختی ها میخواهم زهرا جان. سمی ایست. سمی تو برای من بیگانه نیستی، تو این رو میدونی. مانندی برادرم، مانندی یک شخصی از عائله هم هستی. لطفاً یگون چیز از من امیدوار نشد. خودت و مرا نرنجان. انا ها برادرم چه خیلی؟ سر فویز اکا جان، خطون چه خیلی؟ خوبم کار برو چه خیلی اکا جان؟ هجری یافتین؟ هجری رو یافتم و یافتم کارم کمی دراز میکشد. به فکرم زمین سبب گفتم که در این محله خانه اجاره گیرم. مشکل تو یگان اجاره ده شناس داری؟ چند ساله؟ بسیار نمیمونم برادر، یعنی 2 هفته یا که 15 روز. اگر کارم نشود نیمام نیستم. اکا جان شکر خدا گوید که با من روبرو شدید، آدم خوشبخت بودید. کارتون حالا اکا چه خیلی خانه مقولایتونه؟ یعنی خانه باشد که زندگی کرده شود. آنقدر خانه با دبدبه نمیخواهم. شرایطش خوب باشد میشود، رخت خواب داشته باشد، نشد اگر کلپو کلپشه داشته باشد قبول. خانه به چیز چوره میفورتونه؟ بله میشود، از شودور باشد میشود. تمام، تقدیرتون بلندی کرده که من در رکلام یک اگنس کار میکنم. یک خانه لوکس هست. باورم نمیآید.
برای چی باورت نمیاد؟ من بطره دروغگو؟ استغفر الله. من در حیاتم دروغ نگفتم. دروغگو را خدا میزنه. انا پیشکی گفتم اونم که 2 هفته اینه نمیدید، کمی کم 1 ماه حق خدمتی من 200 سوم. اینش میشود. یک خانه را بگیر. خانه را؟ حاضر شما صاحب خانه و در بشه، شوکتی بیچاره باشه در کوچه بمونه. نفهمیدم. نفهمیده گید خوبه. خیر رفتیم خانه را بینیم. بیاره. در این محله همیشه خانه لوکس یکته دیگه نیست. این مگر دامولا عزمی نیست؟ عزمی! دامولا عزمی! دامولا ایست کجا میگریزه؟ دامولا عزمی دایی میگریزه. چرا میگریزه؟ به خدا ایران ما که من هم نمیدونم. با فکرم جین داره که خدایا توبه. ای من مگر از اینها خلاص نمیشم ها؟ در همه جا با من روبرو میشوند. از روی اینها من با جماعت واخوری نمیتوانم. قدم به قدم از پشت من هستند. بیزار شدم. یا خدایا مگر مرا امتحان نکنی. خیر خلاص شدم انشاءالله. یا برادر کجا شدی؟ چه گپ است؟ از من چی میخواهی برادر؟ زود باش، آخر پلیس ها خود در جستجو هستند. بیا رفتیم. چه خیلی پلیس؟ من کارو بردارم. گوش کن، اگر اکای زهیر نمی بود امروز رو با اینجا هیچ کس ره نمیداد. بیا رفتیم. زهیرش کیه برادر؟ آخر اکای زهیر. مرا با کجا ببری؟ من کارو بردارم برادر. یا برادر مسجد و جماعت انتظار هستند. یا برای خیلی کشاور کرده کجا برده ایستاده؟ خوش آمدی زیبایک. کجا شدی؟ تو را پزمان شدیم. خدای توبه. پول را پیشکی پرداخت میکنی ها؟ چه خیل پیشکی؟ چه خیل پول برادره؟ تو چی گفته ایزاده؟ یا خدای توبه. اینجا بیا برادر، اینجا بیا. با تو یک شراب دی هم به خودت اویی. چه خیلی شرابه؟ بیا برادر، بیا چی گفته ایزاده؟ اینجا بیا. ایستد پلیس. اشترا رو برداره. اینش رو هم گیره. بسم الله. پلیس با کجا؟ آی زیناکار با کجا رفته ایستاده؟ من بیرون برم آده هوای تازه گرفتنی بودم. چه خیلی زیناکار؟ تو چی گفته ایستاده آقای پلیس؟ تو را در روزی رفشان فحش میکنی. دستگیر شدی گوی از زیناکاری دست میکشی. توبه بسم الله. چه خیلی فحش. تو چی گفته ایستاده؟ من با این خیلی کارها هیچ ارتباط ندارم. فهمیدی؟ شما خطا میکنید. من امام مسجدم. من امام هستم. امام جماعتم. جماعت مرا انتظار است. خطا کرده ایستاده جناب پلیس. شما خطا میکنید جناب پلیس. و یک دقیقه صبر کنید تا من با شما همشا میفهمانم. جناب پلیس گوش کنید. من امام کلی سوار شم. من خودم. مرا سرده. یا خدای توبه. آی برادر مرا خوب گوش کنید. من با اینها یگان ارتباط ندارم برادر. بله من دامولا هستم. من یک آدمی دیندار هستم. مگر من با اینها چی کار دارم؟ مرا سرده میگویم. جماعت مرا انتظار است. من باید به مسجد برم. بله این همش از روی آن همان دامولایی ساخته شده ایستاده است. من ثواب نمیرم. من نمیرم. گوش برادر به مسجد میروم. مرا جماعت انتظار است. جماعت. الله اکبر. الله بسم الله الرحمن الرحیم. این خیلی نکن ایستا. مرا به کجا میبری؟ من چی کار دارم با آنها؟ مگر من این خیلی کار میکنم برا سرده؟ انا همون قصره که میگفتگی انا می نسکه. خانه انا می قدر میشود اکا جان. باد و هوایش تازه و آزاده. در اول بویش وزبین است، بعد عادت میکنه. انا اونجا از فریزه منظره های زیبا رو ببینه. انا برادر تمام شیرفروش ها رو میبینی. یک دود میزنی اکا خودشون به پیش میبینن شیرفروش ها. زمستانش گرمه، تابستانش خنک اکا. 5-6 ماه بیس عادت میکنه. برادر من اینجا زیاد نمیمونم آخر. 2 هفته گفته بودی. روز مرحمت اتاق دیگری رو بینیم اکا. این کم شوه. مرحمت اکا. این چیز برادر؟ لوکس هم خیلی اوخی اکا. آقای برادر این خانه بسیار اشیا داشته هست ها؟ اکا جان در این خانه نسکه هم هست. تمام چی آف میشه. با چی میفورد اوخی؟ اکا جان اکا بس بینی تا سرزی عیبه اوخی. چقدر نفس کش باد و هوایش بوی بهار میکنه.
راستی گپ اکا پیش خود چند دخترا اومدن معلم اومدن ندادیم شما. من شرطنامه بند هستم. شرطنامه؟ گپ نیست اکا بیار شرطنامه را میبندم شد. ای اکا جون بس است اکنون یک دو نفسی چقدر کش عادت میکنی نفس کش مورد جواب تا میتیم. بنیام محکم شده. بوی من اکا این بوی طبیعت اخی در این محله خانه بهترین انا همین است. بین 40 متر پایان صدیق در برش لیمپوپو از طرف راست مسجد در پشت مسجد خانه هجریشون. یعنی می شود که اینجا رو خوب تازه کنیم زندگی کردن ممکن است. علنی نرخش چند پول می شود؟ 500. کمتر ارزانه می کنی؟ طوره نمیگیره که یا تلگرام بده اکا بعد اول میگم میبینن خانه دزینفکت میکنن. اکا جان این خانه برای شما مبارک شود. سلامت باشه خدا راضی باشد. تو چی گفته ایستاده ای؟ دستت نزن دستت رو میکنم. چی گفته ایستاده ای؟ برای عصبانی نکن اولا. من بیرون برایم هیچ خوب میرو تو یک درست که همونت بند بکنم. کساری من چی شد؟ برادر شما خطا کرده ایستاده. آخر مرا چرا در نزدیک آدم نگاه میدارید؟ من دومو هستم مرا بیرون ببرید. اما خودت رو بهوده مانده نکن امشب همینجا میمونی. چه؟ امشب در اینجایم؟ و برادر مگر این خیلی نشود؟ من دوموایم گفته ایستادم. ای مسجد مرا انتظار است جماعت مرا انتظار است. ای خطا کرده ایستاده اید آخر. ای برادر اقلا تو به این آدمان بفهمان آخر به اینها بگو که من به این خلقاها ارتباط ندارم. غمگین نشو دامولا غمگین نشو بعد از اینجا برآمدن اسلام میشه. یک کبارو چی با اون قدر جنجال کرده؟ مادر گوش کنید هیچ آمدنی آنها رو نمیخواهم رو میفهمید. بتول جان با خواستگاری تو نمیویند کو تنها به مهمونی میویند. با من فرقی ندارد آگاه میکنم به هر حال من امروز در خانه نمیشوم. چقدر در خانه نمیشوی بسیار عیب میشود آخر. مادر چرا ما رو مجبور میکنید؟ عزیزم آن زن دوگانه من است. آخر من در نزد آنها بسیار شرمنده میشوم. مادر جان نمیخواهم گفتم. نمیخواهمش چیسته؟ آمدن میخوایم گفته ایستادن مگر من به آنها گویم که نهوید. فهمیدم به فکرم ما راست نمیگیریم. مرا نفهمیده ایستاده اید. من آخر آن گپم را گفتم. بتول جان این کار چی بدی دارد؟ نفهمیده ایستادم آخر. اگر تو خواهی میشود نخواهی نمیشود. آخر او رو یک دیده یا نشیناس شوی چی گو میکنی؟ همین خیل نه؟ من چی؟ در بیمارخانه کار دارم. من رفته آنها رو حل میکنم بعد اومده یک جای گپ میزنی میلش. گوش کن بتول جان شب به خانه دیر نهایی مرا در نزد آنها شرمنده نکنی فهمیدی بتول؟ مرا شنیدی عزیزم؟ پسر بسیار زیبا بوده است اگر بیند فکرش را عوض میکند. بیند؟ دیدن نمیخواهد. دختر رو بینا برای آن دامبلا شده ما رو پس زد مانند برادرش بوده است. بگذار همین خیل باشد خانم زارا. بعد از این من هم با تو کاردار نمیشم. خانم بخششی زیاد به خدا که قصد نکردم. بخشش میپرسد در وقتی ماشین روینی چشمونه در کجا بود؟ این حالی من رو بی؟ مرحمت نمیخواهم. حالی من رو بی؟ آخر چون شما ناگهان از پیش من بر اومدید من شما رو ندیدم. میبخشید راستی گپ. چی؟
من از پیش شما باز شرم نکرده دروغ میگویده؟ نه دروغ نگفته ایستادم. بخشش زیاد کمی پریشان بودم. آخر قصدا نکردم. عذر میپرسم. ای نمیخواهم گفتم نمیفهمید؟ خیر نباشد کورتاتون رو به خوشکشوی سپورم یا اینکه من به شما نوش رو خریده دهم. چی گفتید؟ چی؟ نه با من نوش رو میخرید؟ این چی بد اخلاقی است؟ چی بد رفتاری است؟ خانم آخر کمک کنم میگویم. نمیخواید من دیگه برای شما باز چیکار کنم؟ کمک کردن میخواید؟ با فکر من کمک به شما لازم است. مثلا گپ زدنتون را درست کنید. آدمی بد رفتار شما بسیار دانا بوده اید. دانا. خانم بخشش زیاد با شما دیگر سر و کار گرفتن نمیتوانم. این چی خیلی دختر است یا خدای توبه دیوانه است؟ چی است؟ این چی به آدابی است؟ او چی کردم؟ انا اینش رو قصدن کردی. این رو قصدن کردی. حالم رو بی. زنگ زدم جواب نداد. پیامک فرستادم برنگشت. کنی من پیامک فرستم. مایلش. سلام. خوش آمدید دومولو. خوش آمدید دومولو. خوش باشید. خانم سیوالی یک چای دم کنید. البته دومولو. دومولو خوب هستید؟ رحمت پایمو برا. خودتون چی خیلی؟ چی خیلی که دیده ایستادید؟ من هم خوبم. مانده نباشید. رحمت. مرحمت دومولو. تشکر. خانم بیتول در کجاست؟ چند وقت شد ندیدم. به نکاح هم نآمد. خفه شدم. این رو به او گویید. دومولو بیتول خواستگار پیدا کرد. خواستگار؟ یعنی چی خیل؟ امشب به دیدن بیتول می آیند. چی خیل به دیدن می آیند؟ یعنی مانند خواستگاری نبود. به مهمانی می آیند. اما نیتشان معلوم است. بیتول را می بینند. اما دومولو بیتول هیچ نمیخواهد. چون گفتم که بیگاه می آیند از دکان قهر کرده بر اومده رفت. چی خوب آخر خواستگار پیدا شده است. باز اویله ثروتمند بودند. پسرشان هم بسیار زیبا است. باز چی میخواهد نمیفهمم. بله. یگان چیزی نافهمو نیست آخر خانم برو. یعنی معلوم که خودش نمیخواهد. دومولو شما یک بار با او گپ زنید. آخر این دختر تا که این خیلی بشوهر میگردد. من هیچ نفهمیدم. خانم خوب و این پسر کیست؟ چیکار میکنند مگر شما میدانید؟ بله میدانم. مادرش رو میشناسم. در پایان دکان جواهرات دارد. پسرونش نگاه میکند. چی نامی پسرش باشد؟ طالب. طالب چی منو داشته باشد؟ نمیدانم. خواهرم را خواستگاری میکنن. من باشم بخبر. خواهر مرا کی خواستگاری میکنن؟ این طالبش کیست؟ مرحمت. نه من تنها تماشا دارم. فهمو. مرحمت. مرحمت اکه طالب. رحمت برادر. سلامت باشید اکه. رحمت. خیر. طالب چی خیلی؟ در کجا میگردی؟ نه پرس با زور بیدار شدم. میدونی که ساعت چند شد؟ این ساعت رو چی کار میکنی؟ فهمیدم اویلا دور میشده ای؟ نپرس برادر. خبری بعد تیز پهن میشود. خیر بگو جورای طالبمون رو از دست میدیم؟ این خیل نیست برادر. چی خیل این خیل نیست؟ خونگی های شما با دیدن یک خانومی دکتر میرفتن؟ برادر دیدن دیگر گرفتن دیگر است. انا بین آن جناب چقدر شد انگشترین ها رو دیده ایستاده است. میگیرد نمیگیرد. این رو یک طرف گذار. کیف و صفا رو پرتافته اولادار شدن تو هیچ وقتی من راست نمیآید. اوی پدر و مادر مرا مجبوری اولادار کرده ایستادن. اگر اولادار نشوم دکان رو از دستم میگیرن. چی خیلی رد کنم؟ اگر پولهای آنها نباشند من از کجا کیف صفا میکنم؟ برادر بعد از اویلادور شوی چی خیل میشود؟ اویلادور میشوی مگر توبه نمیکنی؟ چی خیل توبه؟ باید دختر رو فریب کرده چی خیلی که زندگی میکردم همون خیل دوام میدهم. برادر دختر مگر دکتر نیست؟ چی خیل فریبش میدهی؟ علاوه بر این دیندار بوده است. تو چی خیل او رو روزی کردی؟ نفهمیدم. من نه، والدانم راضی میکنن. برادر اگر این دروغت آشکار شود اولای دختر تو رو نابود میسازد. گفتم اونم. آخر طرفی از همه زیبای موضوع آن همین است. دختر نه پدر نه مادر نه برادر دارد. تنها است. یعنی مولی به کس رو نادار. فهم. ها جان بیشوخی حاضر میایم. بخیر است؟ من یک ساعت بعد میایم. انتظار شو. ایستا من حتما میایم.
марҳамат ака, шумо ягон намудро маъқул карде? не, ягон намудашро маъқул накардам. саломат бошед. рӯз бахайр. лабай ҳалиҷон. алло самиҷон, аз кор гаштанат ба ман аз мағоза ширинӣ меорӣ? майлаш ҳалиҷон, меорам, дар наздикиҳои маҳалла ҳастам. ташаккури зиёд. то боздид. бародар, лабай чӣ гуфтанӣ будам? шунидам ки оиладор мешудаӣ. бахшиш омадан наметавонам. пешакӣ гуфтам тӯҳфаро диҳам. маро гӯш кун. аз бетул дур мешавӣ. маро фаҳмидӣ? фаҳмидам ака. қонун бетулро, исму ҷисмашро фаромӯш мекунӣ. рафта ба модарат бешараф будану ба бетул лоиқ набуданатро як ба як мегӯӣ. шунидӣ? шунидам ака. خانم گیرید؟ مرحمت گیرید. تشکر زیاد. بتول جون دخترم با تو چی شد؟ مادر جون مگر در بین محله ماشین رو سخت میراند؟ نه مرتبه اولش بس نبود. باری دویم مرا پر از لای کرد. باری دویم؟ بله باز میدیدید هم گناهکار است هم زوری کرده به سر من فشار آورده بود. بد اخلاق خدا جزایت را دهد. دخترم او کی بود؟ از محله خودمون بود. مادر جون از کجا دارم که از کدام محله است؟ لیکن کو اگر او را یک بار دیگر بینم بسیار بد می شود. جناب بقیه پولتان رو فراموش کردید. تشکر زیاد، بقیه‌اش در کار نیست. این آواز کیها رو میبینم. سلام علیکم. بیشرف احمق. تو خودت کیستی که خواهر مرا خواستگاری میکنی؟ احمق. سلام علیکم دامولا. و علیکم. خواهر جان من، اکنون تنها نیستی. تو رو دیگر هیچ تنها نمیگذارم. هیچ گو. این سمی است؟ او در اینجا چی میکند؟ شبال در نزد خواهر من تو چیکار میکنی؟ به خدا قسم که من شما رو ندیدم. من چیکار کنم که شما باور کنید؟ من چرا به شما باور کنم؟ شما بار دویم عیدن همون کارو قصدن کردید. آخر باور کنید که قصدن نکردم. دویمش هم قصدن نبود. بسیار غمگینم. عذر میپرسم. بسیار غمگین بوده است. پس این خیل میکنیم شما پیش از برابر اومدنتون همه پیاده گردون رو خبر بیایید. ما باشیم یگون چاره میجویم. همین خیل میشود. آخر شما بسیار میرنجونید آدم را. شما چی گفته ایستاده ایده؟ اپا جون مگر این همون جوانی نیست که در نزد زهرا بود؟ بله به فکرم او است. پس این خیل میکنیم. در حال با شما میفهمانم. مرحمت خانم با شما یک بیرق سفید رو پرافشان میکنم. شما مرا مسخره کرده ایستاده ایده؟ اما آخر دایم رفتاری بد این خیل نمیشود. رفتاری بد؟ مادر من به شما نگفته بودم که هم گناهگار است و هم باززوری میکند. خانم شما هم شاهد هستید که چند بار عذر پرسیدم. شما مادرش هستید؟ بله مادرش هستم. سلام چی خیلی؟ خوبم. تو چیکار هستی پسرم؟ خوبم تشکر زیاد. گوش کنید در حقیقت قصد نبود. مادر من طاقت این رو دیگر ندارم. رفته لباسایم رو عوض کرده میایم. خانم مرا یک گوش کنید. خانم ای خدا این چقدر دختر یک رو بوده است. تو چی گفتی؟ داملا زیادولا. تو در اینجا چی میکنی؟ برای حل شیرینی گرفتم. چرا خانم بهتر رو ناراحت میکنی؟ ناراحت کرده ایستادم؟ کمی پیش از قفایش چی گفتن رو شنیدم. شنیده باشی بیشتر. مرا گوش کن. بهتر رو ناراحت نکن. فهمیدی؟ داملا تو چی گفته ایستاده؟ از برای خدا تو مگر اکایو میشوی و پدرش؟ البته که اکاش. اکاش هستی؟ یعنی
اکاش حساب میشوم و دختران این محله جوابگر هستیم. فهمیدی؟ من هم داملو و هم اکای این محله میباشم. از بیتول دور میشویم. مرا فهمیدی؟ اکای این محله بوده اصلا. سامی گوش کن برادر، آخرین بار آگاه میکنم، از خانم بیتول دور میشویم. مرا فهمیدی؟ من هم زوری اون نیستم، بسیار یکرو هستم. اگر یک بار دیگر تو را در نزد بیتول بینم از راستی که استخوان‌هایت را میشکنم. Измениться, да я уже не знаю. Закрыв глаза, тебя как обнимаю. А мы над пропастью стоим, не замечая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Как измениться, да я уже не знаю. چی خوب بزن؟ اکا حسابت دارم. وقت کلودن شده اصلا اگه قوقت برای ممایده شده. پنج هزار. خودم کور نیستم دیدیستم. برادر این چی هست؟ مگر ما 5000 خوردیم. 5000 اکا. تو چی حساب همه رو در من نوشتی؟ برادر تو مگر اخلاق رو خوردی در 5000 من 10 سال زندگی میکنم. یک آدمی با غرور رو بینم در قیمت حساب میکنم. یک دکه اکا. اخلاق کم ترسستی کنی در بلوط میشنه نه؟ سه خوب سه خالی میکنم. اینجا چی گفت؟ برای حساب ناراضی کرده ایستاده است. من با اجازت شما یک گوجه خانه رفتیم. چون اینجا بیا. برادر رو روم شاید یک دقیقه من که من پول گرفته آمده پرداخت میکنم. چی که آدمه؟ کمر را گیر پاسکار نزنی ها؟ برادریست تو من رفته پول گرفتم میبیم. ایست گفتم. برادر رو وضعیت ما رو هم فهمید. من در برام اینقدر پول ندارم. خیلی کردم طرف خونه شما ارزونه. من یک برادرم زنگ میزنم پول رو گرفتم میارم. میشه خیلی چیکار کنم؟ تمام؟ برادر خب چه پول بگی بیا؟ شوکت خدا تو را زند شوکت. دوملو برای داخونی اومده؟ استغفرالله، من برای دیدن یک برادر اومدم. مگر همین است؟ بله متاسفانه این است. دوملو اگر 5000 حساب رو پرداخت کنید رفیقتان رو سر میدهم، نباشد او رو با پلیس میسپاریم. برادر عزیز شما راست میگوید اما پلیس رو جیغ نزنیم. یعنی این برادر کار کرده حسابتون رو برابر میکنه. یعنی این برادر بسیار با هنر است. رو استفاده برید. چی دونم دیگو طبق رو شوید. ایستو دیگو طبق نمیشود. من از اودای دیگو طبق شویی نمیبرویم. من الرژی دارم. شوکت خاموش. دوملو خوبو کمی کم 3 ماه باید دیگو طبق شوید. اونقدر باورینوک نیست با ما ضرر نرساند. راست میگوید او اونقدر هم باورینوک نیست. من با این آدم کفیل میشم. قرضش رو پرداخت میکند. خوبش که با پلیس نرویم، در بین خودمون حلالش کنین. تو با من باور میکنی مایلش دوملوی مسجد رو باور نکنیم کی رو باور میکنیم؟ تشکر سلامت باش. دوملو ما رو ببخشید و مانند شما یک دوملوی محترم با این خوتیک چی علاقه دارید نفهمیدم. من خوتیک؟ برادر در همین گپی گفتگی جواب میتی؟ دیده؟ پیش در آچی نگاه داری. گردار رفتیم. رحمت برادر سلامت باشی. میشه باشه سلامت.
برادر مرا هیچ کس خودی گفتن نمیتونه. من اون آدم را کشال میکنم. اینجا بیا بفهم حساب او رو پرداخت کردن نمیتونی چیزی که خواهد گفتن میگیدن. نه خدای توبه برادر برو باور کرده حلالت بود برادر. هر کی ما رو یاد کرد عمرش دراز بود. ما هم به عقل نیستیم او را یاد میکنه. چه خدا را شکر کن که آدم شخصی میفهمیدگی بود است. ما را سر داد مرا گشت و شفقت این قرض رو پرداخت میکنی. فهمیدی؟ نفهمیدم چه قرض؟ کدام پرداخت؟ ای برادر من خیال کردم با مثل طرف خونه مظفر ارزان حساب میکنن. آخی حق کن میخوری مینوشی بعد میگویی زیاد حساب کردن. باز او را مسخره کرده پولش رو نمیدی پرداخت میکنی. من کفیلم. من پرداخت نمیکنم نگفتم ارزان کنم پرداخت میکنم. دمت گیر شفقت بیا پیش در روی. کجا میروی؟ بیا از کجا دانم تو با محله را من باشم با جای کاری زهرا میروم. رفته انشالله روی محله رو میروم. رفته بسیار گپ نزن. دامولا بسیار گرسنه شدم. یگونچه خوریم؟ مالش ای امت یکرم پسرم که توی تو رو میخوری. آخر موافق تا بدیلم حالا یگون دختری این بابا بایم چی گفتیش تو دستم؟ پسرم هم خیلی میگردی بیا. این که یافتم با شما خبر ندیم. زودتر بیا تو رو هم آیله دار کنم. آخر خوش آمدید. خوش باشه. سلام فرزندانم من چون شما رو این خیلی خورسند میبینم با خدا که من هم بسیار خورسند میشم. کنین کمتر نزدیک شو. چقدر یک دیگر را پر میکنید. خدا این خورسندیتان را دائمی گرداند. آمین آمین. کنی بیایید در نزدی حوض یک قهوه نوشیم. رفتیم بابا جان شما بازی ها روید. من با سمی درباره کارمون یک صحبت داریم. صحبت میکنم بعد میروم. میشود؟ مایلش دخترم انتظار میشم. مایلش. مرحمت داماد. رفتیم مرحمت آقا. رفتیم میرویم. حاضر میویم. سمی خفه نشم. من امروز تو رو رنجاندم. درباره اون چیزی که بین ما گذشت با بابیم چیزی نمیگوی. همین خیلی نه؟ چه؟ زهرا تو چی گفته ایستو دایی؟ سمی خفه نشم. من چون شما رو این خیلی روبرو گپ زنان دیدم شبه کردم. بعد از این قدر کمکی که به تو کردم چرا این خیلی فکر میکنی؟ چرا من در نزد بابای تو رو در وضعیت ناگوار گذارم؟ سمی التماس ما رو خطا نفهم. نه خطا نفهمیدم. من هم ماش رو درست فهمیدم زهرا. آفرین زهرا. وضعیت رو باز هم بدتر کردی. چی شده ایستاد است دامولا؟ شما در جگه خوبی من چی میکوبید؟ کنی زود خیزید از جگه من. میانم با خدا که درد میکنه. خانم زهرا اجازه دید یک شب اقلا در اینجا خواب کنم. جانم من باور کردم برای در جگه من خوب رفتن بهونه کرده ایستادید. کنی خیزید. خیلی یعنی یک دقیقه شما حالا مرا دروغگویی میگید؟ جانم دروغگویی نگفتم. اگر فهمیده باشید بهونه گفتم. چه خیلی که شما دامادی ساخته هستید این میان درد شما هم ساخته است. خوبه. هم مرا در جای دامادی ساخته دارید هم مرا بهانه جوگید. گپ ندارم. مایلش خواب نمیکنم. باز در زمین خواب میکنم. خدایم تو این بنده بی‌وجدان زهرا رو ببخشو. از روی بیرحمی و خودپرستیش رو جزا نده یا رب. تمامه. لیکن شما هم بسیار واهمه کردید. یا خدای توبه. من در زمین خواب میکنم. میشود؟ این کس رو بینم. خوب کنید. با خدا که با خدا از شما راضی باشد خانم زهرا. وای بالش کشش. یا نکم. نمیتوانم. هر کس با جای خودش گذارد. من گفتم مامان باور نکردم مرا بهانه‌جو گفتید. با خدا که میانم 8 آوله برآورد.
هی دومولو نه که شما هم گپ زدید در یک طرف رفت مایلش جایگاه رو تقسیم میکنیم مایلش یک طرف فقط روید بسنتر این خیلی نمیشود خانم. شما خوبترش در بند یگان چیز گذارید و راحت خواب کنیم. خوب بسیار فکری خوب انتظار شوید. یا خدایم جدی این کار رو میکنه دومولو بسیار کم نزنیده ای کلپ رو گیرید یک طرف گیرید کنی پوشونه خنک نخوره. بازون ستاره چی شد؟ شما پایتان رو با پای من رساندید ها؟ یا خدای توبه چرا پای من به شما رسد؟ ممکن آن چیزی رو که در بند گذاشتید آن باشد. با پای من؟ با پای من؟ گپ ندارم خانم. مرا با این چوب برابر کردید. مرا پس میزنید. در اینجا نمیخوابم. از 8 جایم زخم برای در زمین خواب میروم. تمام کت خواب از آن خودتون. این رو هم میگرفتید؟ میگیرم. این حال رو بینی؟ اگر یکم کس بیند با خدا که میخوام. گیره کت خواب آش شود. هرگز وجه خودش. زحمت هم شود اون رفشنی رو خاموش کنید. سحر با ماهی اثری میرویم که راحت کرده بعد رویم. نه جای بسیار نمیشدنی. دومولو عصبی نشوید. خدا توبه. من در اون سبت چی شنیدم بسیار خوب میدونم. آخر سبت رو تازه کردن در بالای آن باشد یک سرودی به منی رو گذاشتن. با فکرشون مرا مسخره کردن. اینها ساده بس است اکنون تولین در چشمات صدقه این موضوع رو بپوش آخیر. تو بسیار به این موضوع چسبیدی ها؟ زنک جان خطا کردم بگو خلاص شده رو. آخر چی میشود؟ تو بیرو فرو. من از این امینم. چرا با من باور نمیکنید؟ همه شما با من با چشم دیوانه نظر میکنید، اما من به همه شما ساخته بودن این ازدواج رو اثبات میکنم فرو. تو باور نمیکنی که مخصوصا به تو اثبات میکنم. چه اثبات میکنی زنک جانم ها؟ عشقم اینها آخر ازدواجی دروغ کردن. انیق جدا خوابن. رفته این رو با چشمان خودمون بینیم. بیا رفتیم بیا. سبسته نگو تولین دستم رو سر ده. این خیلی میشود مگر آخر؟ فرو مادامی که به من باور نداری این رو با چشمان خودت میبینی. تو اینها رو از کجا برآورده؟ از کجا برآوردن رو میفهمی. خاموش باش رفتیم. نه آخر این خیلی جای خوب ناراحت است. اگر یکون شخص بیگانه باشدم در این خیلی جای خوابش نمیکنند. نه نمیشود. خوابم نمیبرد. این خوابم نمیبرد. تولین صدقه شما این خیلی نکن عزیزم. مگر این خیلی با اونجای دیگر کس در آمدن ممکن است؟ ای بست آخر در اینجا که باشه در پشتی در یکون کس باشه کسی ما را گوش میکند. فرو دستم رو سردی. گوش کن ساخته بودن این ازدواج رو با تو نشان میدیم. تو هم میفهمی. دستم رو سردی. وقت رو سر نمیدیم. ای بست آخر ای فروخ چسبیده ایستاده دستم رو سردی. اگر سر ندی با خدا از تو جدا میشم. بلا زند با خدا که این تولین است. زن بدبخت به حجره میدرد. خانم زهرا نزدیکتر دستتون رو همینتر. زهرا خانم در پشت در ینگر تولین است.
داد نزنه خانم زورو ینگه تولینتون در پشتی در اومه رو گوش داره کمتر خاموش باشه. شما چه ها گفته ایستاده یا خودتو با یا این هم بهانه است از در محکم چخیل میداره یا خودتو با چخیل بهانه ای مگر من دیوانه هم اومده شما رو آغوش میگیرم ای ینگهتون در پشتی در ایستاده است. محکم کرده است. خوب کرده است البته که محکم میکنم. خوب کرده است. خب کن گوش میکنم. این رو گرفتم من در کار. برش انتظار شو نکشویم تمام جوگ خوشو خوب کنه مالش انا میبیند که چخیل گوش میکنم. خیلی خوشو توی خوب هستی؟ چیگه بست؟ ینگه شما از گوش کردن ما شرم نمیدارید اما شما هم با همراه شدید آفرین. زورو جان من یگون چیز نشود گفته. من خواستم که ساخته بودن ازدواج شما رو فروخ هم بیند. چی؟ ینگه این مراتبه شما از حد گذراندید بس است. فاروق دیدی انا بین جدا خوب میروند ازدواجشون ساخته است. ینگه شما چه خیلی جرأت کردید که به اجازت به حجره من درید ها؟ این چی به تربیه گیسی چی به آدابیست؟ ای فاروق انا میبینی منو بسر که گفته ایستو. چی مقل برداشت؟ ای بردو بود. شما حق بود. همش از برای ینگه. مادر شما در این حجره چی کار میکنید؟ ینگه از پشتی در حجره ما رو گوش کرده ایستاده بود. توبه. این چی منو دارد؟ فاروق از زنت بپرس دیوانه شده است مگر این چی نامعقولی است؟ ای فاروق مرا با جای بیعقل دیوانه گذاشتید کن من باشم اثبات کردن خواستم. انا بینه اثباتش آنجاست. جدا خوابن اینها آیله‌دار نیستن ازدواج اینها ساخته است ساخته. جدا خوابن؟ بله. نه آقا مرا بعضا میانم درد میکند آخر وقتی که در زمین خواب میکنیم راحت میکنم از همین سبب ما در زمین جای پرتافتیم. دروغ چی؟ دروغ؟ یک ناموله با ایمان مگر دروغ میگوید؟ بس است آخر از این گپای شما بیزار شدم. ما یک دیگر را دوست داشته گرفتیم این را فهمید. زهرا تو با ینگه داد نزن آخر و از تو کلون است کو بین انا ینگه میگوید که من ثبت اون آواز رو گوش کردم. دخترم گوش کن اگر این درست باشه اما اگر چه درست است با شما هم گپ ندارم. تولین تو چی حق داری که با حجره یک جفت نو میداره یا این چی جرأت است این چی نامعقولی است این را به تو کی اجازت داد؟ مادر به شما باورم نمیآید. ملیس تو طرفدار کی هستی ها؟ یک دقیقه بابا یک آرام شوید. امروزها به سر ینگه تولینم بسیار فشار آوردیم. زن بیچاره از صبحش ویران شدن. آخر او رو هم فهمیدن لازم است. اپا شما ینگم رو پشتیبانی کرده ایستادید. این کاری کردهش آشکارا به حیات کسی دیگر دخالت کردن است. زهرای قدر به سر من داد و وای نکن. بسیار از حد گذراندی. من از حد نگذراندم فهمو؟ مرا گوش کن تولین اگر این خیلی رفتار کردنی باشه در حال این خانه را ترک میکن. از هر طرف تو بدی میبراید. بد استه فاروق یگون چیز بگو آخر مرا بد گفته ایستادن. آخر پدر جان شما کمتر باز این گپ نزدید مگر ها آخر تولین کلتون هست کو. فاروق خاموش باش این خیلی زن اصلا کلین من شدن نمیتواند. البته آقای اکرم البته یعنی خواستی شما این است که در این خانه بغیر از زهرا هیچ کس نباشد همین خیلی نه یعنی نه حله نه ملیس نه من ازدواج اینها ساخته است میگویم ساخته و در یک جایگاه خواب نمیکنند جدا خواب میروند همه کار اینها دروغ است. این چی مناسبت است؟ چشم تو از فساد کور شده است از همه جای تو بدی میبراید. فاروق بی‌ادبی زنت را دیده ایستادی این زن را خاموش بکن زور پس نباشد دمولوزیا هم تو زهرا را خاموش کنوند. او به این زنی ما را گناهکار کرده شده است. اما آقای فاروق در این موضوع زهرا حق است. بیا مونه دمولوزیای مونده آخر من گپ ندارم کاری کردتون رو بینه و جایی که آتش جنگ را خاموش کنید بعد آتش بدین ریخته شده است. آخر از روی اصول عشقی شما مناسبتی من بازنی گل بینم ویران شد باز دختری عشق بوده است. اصول داشته است دکتر بوده است. مگر من گفتم که دختری عشقم شما خودتون گفتید. بیا مونه دمولوی من با شما باور کرده باز اونال رو به نظرتون آوردم. چی؟ اونال رو؟ شما چی گفته ایستاده؟ حله دیدی مناسبتی تو اونال رو دمولوزیا بیرون کرده است. این چی علاقه دارد من یکون کار نکردم. سرساتگویی رو بس کنید ینگه بس
است. نرو گوش کن زهره، خودت رو حرمت کن. با مادرم داد نزن. تو همراه نشو میلیس. میلیس مادرش رو پشتیبانی کرده ایستاده است. تو با میلیس آوازت رو بلند نکن. تو من همراه نشو سمی. با تو چی شد خرگوش؟ دنبالا؟ سمی دخترک که شیرینک که من چخل مادرش رو پشتیبانی میکنه. آخر مادر شما چرا به این حجره در آمدید؟ یعنی تو حالا با من زید هستی؟ نمیرسد ملیسا، اینجا نمیرسد. همه شما با من زید هستی، اما حقیقت دیر یا زود آشکار میشود. ازدواج اینها ساخته است، همین قدر. پیش در اوپر رفتیم، در اینجا دیگر کاری نداری. بای انگا. حالا بای رو با تو نشان میدهم. بیا فاروق، بیا. اینها حالا میفهمن، انا حالا میبینی. این موضوع در اینجا با آخر نمیرسد. من اصلا در این خانه چنین نامعقولی رو نمیخواهم. بابا جان تمام لطفاً آروم باشید. از روی من بیمار شدن تو رو نمیخواهم. تو یگان گناه نداری دخترم. این زن دیوانه به ازدواج شما چسبیده است. تمام جانی من، شما رفته استراحت کنین. میلش من بسیار خواهدیرم. روید. میلش زهرا، ینگه طولی نامزنی نیست که خودش رو اینقدر در نزد دیگران گنده کند. انا بین آخر چقدر تلاش میکند. شما چی گفتن میخواید؟ گوش کن، طول این چیزی رو میدوند و این رو از سبب اثبات کردن نتوانستنش قدر دیوانه شده است. تو از من چی رو پنهان میکنی؟ اپا چی رو پنهان کنم؟ من نمیبینی ینگم دیوانه شده است. زهرا گوش کن، تو با من راستش رو نگفته ایستاده. یعنی ناگهان ایستاده با یک دامولو عاشق میشوی و هاپ گفته اویله دار میشوی. همین طور مگر این با تو عجیب نمینماید؟ ازدواجی من عجیب نه، ازدواجی تو عجیب است. اپا از شفرم جدایم گفته حق نداره که دردت رو از من ستانی. فهمیدی؟ رحمتی کلام. اپا من چی گفتم؟